بله برادر. نه. برادر عزیز، مسئله کتاب 99 نام الله تعالی کوشش کردیم ساده تر کردیم تا اینکه همه فهمد و در آخری هر یک نام آیا به همین نام گذاشتن کودک جایز است یا نه؟ مثلا رحمان نامیدن جایز است یا جایز نیست، اما عبدالرحمن بهترین نام است. همین خیل در پایان 99 نام یعنی میتوانید به 99 سوال آیدی نام ها جواب هم گیرید. کدام نام ها درست است، نام های متعلق به نام های الله تعالی. و این 99 نامی که اختیار کردیم، یعنی بعضی نام هاش مسئله های اختلافی هست، لیکن از اون علمای انتخاب کردیم که قول آنها معتبر است. مثلا نام هایی که در قرآن آمدگی نیست، در سنت آمدگی است. در سنت آمدگی است، اگر حدیث صحیح باشد اون نام صحیح است، اگر حدیث ضعیف باشه اون نام به الله تعالی ثابت نشده است. بنابراین این کتاب خاصتا زنها، کودکا برای هر یک آدم حتمی است. درس عقیده، کسانی که درس عقیده طلب میکنید، بهترین علم در دنیا شناسایی با الله تعالی است و ما الله تعالی را با نامهایش و با صفتهایش و با عملهایش میشناسیم. یک آدم معرفی کردنی شد، این فلانی میگوید، اول نامش میگیرید، بعد میگوید که این کس رئیسی کارخانه فلان جا، منصب، وظیفه و مالکیتش بیان کردید. الله تعالی میگه که اون خداهایی که شما عبادت میکنید لا یملکون من قطمیر، مالکیتی قطمیر نیستن. قطمیر اما خرمای وقتی خورده میشه در دانهش پوستی تنوک است، همون پوست قطمیر گفته میشه به زبان عربی. یعنی خداهایی که شما عبادت میکنید مالکیتی قطمیر نیستن و الله تعالی ملک زمین و آسمان در دست اوست. خلاصه هر یک نام الله تعالی در ضمنش یک صفتی الله تعالی هست. الله تعالی را به مردم معرفی میکند. وقتی که الله تعالی هم در قرآن خودش را شناسایی کرده شد، شناس کردنی شد، با نام ها صفت معرفی کرد. اننی انا الله، من الله هستم. و همین گونه دیگر نام هایش. بنابراین برادران عزیز، این کتاب اهمیت دید. 80 صفحه خلاص، یعنی انسان میتونه در یک نشست خوانده تمام کند. خوانید، حفظ کنید. اگر 99 نام حفظ کنید وارد بهشت میشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من حفظ ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. الله تعالی 99 نام دارد، یعنی نامهاش 99 تا نیست، بسیار است، لیکن 99 تا اگر کسی حفظ کند ورد دخل الجنه، وارد بهشت میشه. بسیار عملی بزرگ. شما وقتی که درباره مورچه می آموزید، اون مورچه هم زالاگی هست لیکن توحید ربوبیت هست. الله تعالی چه خیلی مورچه را آفرید. وقتی درباره مورچه هم علم میگیرید، باید علمتون به سازنده این مورچه زیاد شود. درباره زنبور عسل میخوانید، سازنده الله تعالی، سازنده اش الله تعالی و فرماندهنده اش الله تعالی که خیز رفته از همین گلها چین و از شکمش عسل میبراید. درباره اون هم معلومات گیرید. اصلا ایمانتون باید به الله تعالی زیاد شد. این توحید ربوبیت است. لیکن از همه بهترین اسلوب شناختن الله تعالی این شناختن او با نام ها و صفاتش. بنابراین 99 نام حفظ کنید، پر درباره الله تعالی معلومات است. این کتاب بسیار مهم است برادران. بله.